خدمت به اتمام رسانده آمد. چند بار به قسم حربی رفته خبرش گرفتم و دیدم دانستم که در آن قسم حربی ترتیب و انتظام، شرایط، معامله مناسبت افسران و سربازان خیلی در درجه صمیمی، برادرانه، در درجه عزت و احترام برآورده شده است. وی خدمت را سربلندان کرده آمده و برادران و عائله حکایه ها کرد که ما همیشه قسم حربی خدمت داریم. اکنون همه قسم‌های حربی جمهوری تاجیکستان من از رسانه‌های اطلاعاتی عموم، از تلویزیون، از واقعا رفته هم دیده چند بار معرکه‌های ترغیباتی به رفته دیدم که از همه جهت تازه آزاده و ترتیب و انتظام همه شرایط مهیا است. نگیرم همین سال مکتب رقم یکی به نام الکساندر سرگیویچ پوشکین تمام کرد. آرزو داشت که به دانشگاه رفته خواند، لیکن خودش بعدی خلاصه براری های بعدی وی گفتی بابا من اول رفته خدمت وطن کنم. خودش اختیاری من در همین مورد از کارمندان کمیسریت حربی شهری اسپره، از ریاست شورای محله های شهری اسپره میندار هستم که آنها خواهشی نگیری من به حساب گرفته، همچون یک فرزند خداشان همین گرم و جوشان استقبال گرفته، حرمت و احترام کرده، همین روز من سرم آسمان برسانم. همین مقامات های حفظ حقوق هستم. ما آسمانش همیشه مصفا باشد، پیشوای ملت سلامت باشند، همه شهروندان خواهرای برادرای ما سلامت باشند. شمایان فرزندان عزیز افتخار کنید که امروز در این میدان شما همه قدر حرمت کرده. پیر و برنا راهبریت شهر، راهبریت مقامات های حفظ حقوق آمدیان که همین این نشانی حرمت و احترام شما. خدا خواهد بعدی خدمت تمام پر آمدناتان ما هر یک تاتون آغوش گرم کتی استقبال میگیریم. تاجیکستان عزیز ما تیز و آرام، امان، یگان جای فکر و اندیشه دیگریه. ما باوری دارم که شما رفته صادقانه، صافدلانه خدمت میکنید. آبروی اعتباری پدر و مادر، آبروی اعتباری مکتبتان، آبروی اعتباری تاجیکستان عزیز بالا میبردارید و همه شما سلامتی، برار در خدمت، همه آرزوتان جامعه عمل باشد. این افتخار میکنیم. سلامت باشید. همین حسیات و هیجان خورسندی من همتون از خدا عمری دراز و رزق فراوان برای کار یک بار دیگر همین نفس خدمت کنید. نفس خدمت کنید. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از صحنه برآورده می شود.